صبح بر وقت 25 اکتبر سال 2023 نیروهای قدرتی ولایت چلیابینسک روسیه به بزرگترین بازار فروش میوه و سبزیجات این منطقه که در شهرک کریمنکول جایگیر شده است فرو ریختند. مقامات حفظ حقوق تا کنون مقصد و هدف این رید و شماره بازداشت شدگان را اعلام نکردند، ولی ساکنان محلی به پایگاه خبری اورا رو خبر دادند که نیروهای امان و روزگواردیا تقریباً 100 مهاجر را دستگیر کردند. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که نیروهای قدرتی با شمار زیادی افتازیک‌ها و اتوبوس‌هایی که برای بردن دستگیر شدگان استفاده می شوند به بازار آمدند. اگر قبلا چنین ریدها را در روسیه اساساً برای بازداشت مهاجران قانون شکن استفاده می کردند، وقتهای آخر نیروهای امان و پلیس در جریان چنین ریدها بیشتر حجت‌های مهاجران را تفتیش کرده و آنهایی که شهروندی روسیه را گرفتند و خود را در کمیساریات حربی ثبت نام نکردند تفتیش میکنند. بزرگترین بازار فروش میوه و سبزیجات ولایت چلیابینسک تا ماه اوگوست سال 2023 در کناره‌های شمال و غربی مرکز ولایت جایگیر شده بود، ولی بعد تصدیق شدن نقشه بنیاد یک میکرورایون نو در جای این بازار قرار شد که بازار را به شهرک کریمنکول به مکان سابق بعضی میوه و سبزیجات کوچاندند. یک قسم ساکنان کریمنکول به کوچاندن بازار به این شهرک مخالفی کرده، از جمله افزایش یافتن روهای ماشین‌ها، بریدن چند هکتار جنگل برای جایگیر کردن بازار و در اینجا کار کردن صدها مهاجر اساسیای مرکزی را دلیل می آوردند. ساکنان حتی به رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که با موقع آشکارای ضد مهاجران نام برآورده است مراجعت کرده از وی حمایت خواستند. در ولایت چلیابینسک هزاران مهاجر از تاجیکستان نیز کار و زندگی میکنند. 10 نفر آنها در همین بازار فروش میوه و سبزیجات که روز 25 اکتبر هدف رید امان و روزگواردیا قرار گرفت کار میکردند. هنوز معلوم نیست که در جریان این رید چند تن از تاجیک‌ها را دستگیر کردند.